دم باش سرکرده جیهان ایرو یکشنبه ایریشا چکدارکی لسر شیوا پیامنیرین کشکا سپیا شوا بوری کو سروک دونالد ترامپ و خانم یکم ملانیا ترامپ و گلک برپرسین رادا بلند جی لی آماده بون شرمزار کرو وان پشتگیری خوابو ترامپ و همو آمادهیان آنی زمان. دناو وان سرکردهیان دا سروک وزیر بریتانیای کیر سارمر، سروک وزیر ایتالیای جورجیا میلونی، سروک ترکیه رجب طیب اردوغان، سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، سروک فرانسای ایمانوئل ماکرون و گلکین دن هبون. هجای گوتنیا کو شوا بوری کسکی چکدار تقا لهوتیلا هیلتونا واشنطنی کر کو میوانداریا شیوا پیامنرین کشکا سپیکر بو لی ده انجام ایریشی دا کسک راستی زیانی نهاتو هزن اولهی ده جهدا کس ایریشکر گرد. ایرو یکشنبه رونشتنا یکم دادگاه کرنا سروک بری سوریه بشار اسد برای وی ماهر اسد و هن برپرسن رژیما بری دسپیکر. آژانسا نوچاینا سوریه سانا دیمنین پیشینین دادگاه کرنه لکشکا داده یا شام پایتخت نشاندانو راگهاند که جبو جاره یکی با آشکری دادگاه کرنا اسد و برپرسن رژیما بری تی بریو برین. حکومت دمکیا سوریه دادگاه کرنه وکو گاوک دیروکی بناو دکه و دبیجه او جبو محاسبه کرنا کسین که ده سال شرده جبر تاوانو بن پیکرنین دجی سویلان برپرسن هاتیه دست پیکرن. دادگاه کرنا یکما ایرو او یا اندام رژیما بعث عاطف نجیب بو که هاتیه تاوان بار کرن به هلکشاندنا نینوکن زاروکن درعی وکو که سانا دبیجه. هزن بروانی اسرائیل IDF را گهاند که وان هشیاری دایه رونشتوان هفت باجاروکن باکور چمیلیتانی باشور لبنان که وان والا بکن. IDF دبیجه او پیوان تند لدجی حزب الله دگرن جبر بن پیکرن دومدارن آگربستا را گهاندی. راپورتین خواجهی تینن زمان که ایریشن عزمانی اسرائیل که چند دورین باشور لبنانی کرن آرمانج هری زیده روجا شمیه بونه. لعالی کیدن IDF لسر پلتفرم اکسی را گهاند که هزن وان لنزیکی خان یونسا کرتا غزای تونلک 800 متری یا چکدارن جهاد اسلامی هلوشاندیه. IDF دی بیجه دما هزن وان لباشور غزای اپراسیون پیک دانین تونل هاتیه دیتن و هلوشاندن.